پروف تقدیم می‌کند. کتاب یکرنگی، نوشته دکتر شاپور بختیار، بخش دوم، قسمت 4. جاذبه حزب واحد. آوایبوف.com. مردم ایران باید کار کنند و دم نزنند. این شعار که در زمان رضاشاه بر دیوارها نقش بسته بود، در زمان جانشین او هم عملاً بر جای ماند. همانطور که قبلا متذکر شدم، آغاز سلطنت محمد رضاشاه چنین نوید میداد که احزاب آزاد خواهند بود و نقشی فعال در سیاست ملی ایفا خواهند کرد. ولی احزاب موجود نه پایه فکری محکم و مسلک روشنی داشتند، نه کادرهای حزبی مناسب. فقط حزب توده که از بیگانگان دستور می‌گرفت صاحب مسلک و تشکیلات بود. در ضمن عقاید مارکسیستی این حزب مانع از این نشده بود که در اساسنامه‌اش ادعای سلطنت طلبی بکند. این حزب در سال 1949 پس از سوء قصدی که به جان شاه شد منحل گردید، با اینکه هرگز درست معلوم نشد که سوء قصد کننده که خود در محفل کشته شد حقیقاً کمونیست بوده است یا خیر. لایحه‌ای که حزب توده را غیرقانونی اعلام کرد هرگز لغو نشد. تا سال 1950 هیچ کدام از احزاب به دلیل تعداد زیادشان نفوذ چندانی نداشتند. زمانی که رضاشاه برای اولین بار در سال 1934 از ایران خارج شد تا به دعوت کمال آتاتورک به ترکیه برود، در میان عجایب ناشناخته و نادیده پدیده تک حزبی را هم کشف کرد. بذر این تفکر در آن زمان کاشته شد و در نسل بعد به بار نشست. محمد رضاشاه در سالهای 1955 و 1956 ابتدا به فکر ایجاد نه یک حزب بلکه 2 حزب در چارچوب پارلمانی افتاد. به یک عده از نمایندگان مجلس دستور داد که عضو حزب اول شوند و به عده دیگر گفت که وارد حزب دوم گردند. مردم این 2 حزب را بر سبیل شوخی کوکاکولا و پپسیکولا می‌خواندند. شیشه ها عین هم، محتوا عین هم و مزه ها هم عین هم. از 200 نماینده 150 نفر عضو حزب ملیون و 50 نفر عضو حزب مردم شدند. حزب ملیون در رأس قدرت قرار داشت. منوچهر اقبال که 3 سال نخست وزیر بود عضو این حزب بود. اقبال پزشک بود ولی تخصصش در گردآوری مناسبات ریاست بود. در رأس حدود 70 سازمان قرار داشت و 40 سال آخر عمر را به این منوال گذران و تا آخر هم بخت یارش بود، چون 1 سال قبل از انقلاب که نتایجش بیشک دامنگیر او نیز میشد دار دنیا را ترک گفت. اگر هدف نهایی دولت حفظ آرامش شاه بود، اقبال هم چون هویدا نخست وزیر ایدئال بود. در زمان انتخابات گفته میشد این حوزه انتخاباتی متعلق به این حزب و آن حوزه متعلق به آن حزب است. با نمایندگان و قواعد انتخاباتی مثل بازی 7 خانوار رفتار میشد. پانویس در رابطه با 7 خانوار توضیح داده که نام یک بازی کودکانه است با ورق. دسته ورقی مخصوص این بازی شامل 42 صورت که 6 نفر از اعضای 7 خانواده را مشخص می‌کند. سعی هر بازیگر در این است که افراد یک خانواده را از دیگر بازیگران بر حسب مقررات بازی خریداری کند تا خانواده کامل را تشکیل دهد و مجموعه را به عنوان دست برنده رو کند. باز می‌گردیم به متن. تازه این هم تشریفاتی بود که به راحتی میشد از آن صرف نظر کرد. بالاخره پادشاه متوجه شد که این روال به دردی نمیخورد و مشکلات سیاسی را حل نمی‌کند. بنابراین روزی ورقها را در هم بر زد و از آن حزب ایران نوین را بیرون کشید که شخص هویدا یکی از پایه‌گذارانش بود. هویدا در اواخر نخست وزیریش دبیرکلی این حزب را بر عهده داشت. حزب مردم هم به جای خود ماند. حزب ایران نوین مدت 12 سال بر ایران حکومت کرد. بهتر بگوییم این حزب وسیله‌ای شد برای اعمال قدرت شخصی. دبیرکل این حزب که به خود نام بی‌مسمای
ایدئولوگ داده بود، امروز دوران پیری را در شهر نیز سپری می‌کند. این گروه رهبران سیاسی چنان بیگانه با تفکر و به قدری مسخره بودند که وقتی خمینی از راه رسید توانست بی هیچ دردسری در مقابل آنها گل کند. در سال 1974 پادشاه خبرنگار خارجی را برای انتشار خبری مهم و تازه دعوت کرد: ایجاد یک حزب واحد جدید به نام رستاخیز که قرار بود تمام مردم ایران را در دل خود جای دهد. پادشاه خطاب به کسانی که تمایل به عضویت در این حزب نداشتند گفت: گذرنامه‌هایتان را بگیرید و از کشور بروید. همه به استثنای معدودی که من هم از آن جمله بودم به تکاپوی گرفتن ورقه عضویت افتادند. داشتن این کارت برای استخدام در ادارات لازم بود. بعضی اعضای حزب توده هم عضو حزب رستاخیز شدند. اگر قلبشان به اولی گواهی میداد، منافعشان به دومی حکم میکرد. هویدا تنها کاری که کرد انتقال از دفتر حزب ایران نوین به دفتر حزب جدید بود که شاید حتی محلشان هم یکی بود. من در این باره تحقیقی نکردم. پانویس اینجا توضیح داده در واقع ساختمان تازه ساز حزب ایران نوین به حزب جدید و تأسیس رستاخیز ارث رسید. باز میگردیم به متن. من در این باره تحقیقی نکردم، یعنی دبیرکل حزب رستاخیز شد. پس از او آموزگار در هر دو پست نخست وزیری و دبیرکلی جانشین او گردید و تا زمان شریف امامی که در سال 1978 به نخست وزیری رسید وضع به همین منوال بود. در این دوره وظایف نخست وزیری از ریاست حزبی تفکیک شد. در مقابل این تشکیلات رسمی حقوق مخالفان چه بود؟ در زمان دولت کوتاه امینی داخل پرانتز 1961 تا 1962 که به توصیه آمریکایی‌ها تشکیل شده بود، اسماً تشکیل حزب آزاد بود، ولی در حقیقت هیچ حزبی بدون آنکه شدیداً تحت نظر باشد نمیتواند سازمان یابد. حتی یک حزب سلطنت طلب و سرسپرده مشروطه سلطنتی نیز پس از به ثبت رساندن اساسنامه‌اش ناگزیر بود تن به بازپرسی‌های ساواک بسپارد. هیچ مجمعی بدون جواز این سازمان نمیتوانست به وجود بیاید. شاخه‌هایی که جبهه ملی را تشکیل میداد از جمله حزب ایران که من عضوش بودم لنگ لنگان قدم برمی‌داشت. گاه در زندان بودیم و گاه مثلا در زمان رئیس جمهوری کندی مختصری آزادی پیدا کردیم و از آن برای تظاهرات و اظهار وجود استفاده می‌بردیم. حق دادن اعلامیه در هیچ روزنامه‌ای نداشتیم. نشریات تماماً توسط ساواک سانسور می‌شد. تنها راهی که برای ما مانده بود پخش اعلامیه‌هایی بی‌نام و نشان بود. اگر امضای یکی از ما بر این اعلامیه‌ها گذاشته می‌شد بلافاصله به سراغمون می‌آمدن. در سال 1977 من به اتفاق سنجابی و فروهر نامه سرگشاده درباره گرفتاری‌های جاودانه یعنی ساواک، فساد، آزادی‌های سیاسی و رعایت قانون اساسی خطاب به پادشاه نوشتم. در همان روز بلافاصله پس از نوشتن نامه چمدانم را هم بستم. چمدان کوچک مخصوص زندانم را که در آن لوازم اولیه جا می گرفت تا وقتی به سراغم می آیند آماده باشم. به این قضایا عادت داشتیم. من 6 بار بازداشت و 6 بار زندانی شده بودم. نیمی از سال 1960، تمام سالهای 1961 و 1962 و نیمه اول 1963 را در پشت میله ها به سر بردم. بقیه مدت ها هم در خانه‌ام تحت نظر بودم. پادشاه می توانست همه ما را تیرباران کند. قدرت لازم را در اختیار داشت. چرا نکرد؟ تصور نمی کنم فقط به دلیل بزرگواری. به گمان من آمریکایی ها که از واکنش افکار عمومی دنیای غرب واهمه داشتند او را از چنین اقدامی منصرف کردند. در آن سالهای جنگ سرد اعدام کمونیست ها و تروریست ها قابل توجیه بود، ولی کشتن وطن پرستانی که تنها گناهشان داشتن عقایدی سوای عقاید پادشاهان بود مفهوم نمی افتاد.
ایجاد حزب واحد نه خدمتی به محمد رضا شاه کرد و نه به ملت. نتیجه آن فقط منحرف شدن مخالفت سیاسی به سمت شاخه‌های افراطی بود، افتادن آن به دام مذهبیون و حزب توده. از اظهار نظر گروه‌های متعادل میان رو جلوگیری به عمل می آمد و در نتیجه این گروه نتوانست نقش خود را در ماجرا بازی کند. بنابراین چه جای تعجب که چنان اوضاعی به چنین هرج و مرجی بیانجامد. وقت آن رسیده است که خطوط چهره اعلی حضرت را که در فصول گذشته به اشاره از آن گذشته‌ام حالا برجسته کنم. محمد رضا شاه بی تردید به بیماری خودبزرگبینی مبتلا بود. به همه مشکوک بود و به کسی اعتماد نمی کرد. آیا دوست و یاری داشت؟ اسباب تأسف است، ولی تصور نمی کنم. دورش را کسانی گرفته بودند که در مقابلش به خاک می افتادند. از امکاناتش استفاده می کردند، دربارش را تشکیل می دادند، ولی دوستش نبودند. مصدق صاحب دوست بود و تحسین کنندگانش به درست یا به غلط او را همان گونه که بود با تمام محاسن و معایب دوست داشتند. انور سادات می توانست دوست داشته باشد برای آنکه اعتماد برمیانگیخت و شجاعتی استثنایی داشت. شاه دوستی را پس می‌زد. نمی‌توانست بپذیرد که کسی دیگری از او باهوشتر، آراسته‌تر، قوی‌تر، جذابتر یا ثروتمندتر باشد. می‌خواست از هر بابت برتر از همه باشد و در نتیجه فقط آدم‌های تنگمایه و فاسد را در اطراف خود گرد آورده بود. هرگز نتوانست جوانان را جذب کند و همین دلیل بسیاری از آنها در زمان وقوع حادثه به آغوش خمینی پناه بردند. تصویری که از خود داشت تصویر یک راهنمای جهانی بود. در همه کارها، حتی در حد انتخاب رئیس کلانتری بخش یا خرید و فروش سهام و یا برنامه توسعه یک شرکت تجاری هم مداخله می‌کرد. مدعی بود که در مسائل نفتی و انرژی صاحب نظر است. خیال میکرد اعمال او جواب به دنیا و به تاریخ است. اما نتیجه کارهایش نه فقط در خور ادعاها نبود، بلکه باعث سرافکندگی و سرخوردگی شد. حتی این کج‌ذوقی را هم نشان داد و کتابی نوشت. فردریک کبیر به چنین کاری دست زده بود، اما او را یکتا لقب داده بودند. پانویس یه توضیح داده در رابطه با این. فردریک دوم 1712 تا 1786 مشهور به کبیر و یکتا، از 1740 تا زمان مرگ پادشاه پروس بود. در جوانی به ادبیات علاقه نشان میداد و خود را پیرو فلاسفه عصر روشنگری نظیر ولتر میدانست. باز میگردیم به متن. عنوان کتاب شاه خود به اندازه کافی گویاست. مأموریت برای وطنم. کدام مأموریت؟ ایجاد تمدن بزرگ. چگونه میشد تمدنی بزرگ به وجود آورد در حالی که 55% از ایرانیان علیرغم سپاه دانش خواندن و نوشتن نمیدانستند؟ عاقلانه تر این می بود که چنین بلند پروازی هایی در قالب کتابی تخیلی ریخته نمیشد. پول خرج می‌کردند و جوانان را برای تحصیل به ممالک متحده می‌فرستادند تا پس از بازگشت مزه محرومیت از آزادی را بهتر درک کنند. کاش به جای این کار پولها را واقعا صرف مبارزه با بیسوادی می‌کردند. به رغم ظواهر فریبنده، مملکت پی و زیربنا نداشت و به اولین تندبادی که نامش خمینی بود در هم ریخت. پادشاه که غرق خودخواهی‌ها و کوتاه‌بینی‌هایش بود، هرگز از مردانی که قادر بودند هم حامی مملکت و هم پشتیبان تاج و تخت او باشند دعوت به کار نکرد. تصور می‌کرد خود به تنهایی از پس همه کارها برمی‌آید. مصدق می‌گفت در تمام کشورها نخست وزیران می‌خواهند پادشاه شوند. در ایران پادشاه است که می‌خواهد نخست وزیری کند. محمد رضا شاه طی 37 سال سلطنتش 2 بار محبوبیت عام یافت. بار اول در زمان نخست وزیری قوام السلطنه و به دلیل نجات آذربایجان و بار دوم در زمان مصدق و پس از ملی شدن صنعت نفت.
لذت دو پیروزی واقعی را درک کرد که ساواک سازمان دهندش نبود، ولی کار به همین دو مورد ختم شد. شاه چند روز قبل از عزیمتش از ایران به من گفت من تحمل این را ندارم که بر دیوارها شعارهای رکیک بر ضد من نوشته شود. من جواب دادم اعلی حضرت به من 5 یا 6 روز فرصت بدهید، این وضع عوض خواهد شد. همان شب به خبرنگاران تلویزیون گفتم مدت 40 سال است، به استثناء دوران کوتاه صدارت مصدق، که در ایران نخست وزیری بر سر کار نیامده که شهامت قبول تمام مسئولیت‌ها را داشته باشد. امروز باید به شما بگویم که من تمام مسئولیت‌ها را گردن میگیرم. اگر چیزی را نمیپسندید باید به من حمله کنید. من در پشت هیچ مقامی سنگر نمیگیرم. دولت در مقابل ملت مسئول است. 5 روز بعد پادشاه گفت علیه من دیگر چیزی بر دیوارها نمی نویسند، اما خدمت شما خوب می رسند. من جواب دادم قاعده هم بر این است. من تصور نمی کنم در گذشته کسی از این حرفها به او زده باشد. بخش 2 قسمت 5. نخست وزیر بله قربانگو. بسیاری بر این باورند که شهبانو عامل اصلی مصائبی است که ایران امروز با آن دست به گریبان است. من مکرر این حرف را از زبان این و آن شنیدم، ولی شخصا آن را باور ندارم. سرنوشت این بانویی که بسیاری از زنان جوان دنیا را با تاجدار شدن به رویا فرو برد، سرنوشت غریبی بود. آیا واقعاً همسر پادشاه ایران شدن مایه حسرت بود؟ فرح دیبا در زمانی که به مدرسه ژان دارک و بعد به دبیرستان رازی میرفت، دختری ورزشکار و سرزنده و فعال بود. لااقل این تصویری است که دختر من و یوان از او داشت که با او هم مدرسه ولی از او جوانتر بود. فرح دیبا در خانواده قدیمی و متوسط به دنیا آمده بود. پدرش که افسر ارتش بود بسیار جوان درگذشت. طبق آنچه شنیدم این دختر جوان بی پدر را شاه روزی که در یک سفر رسمی حین خواندن عریضه‌ای از طرف دانشجویان ایرانی دید. احتمالاً از او خوشش آمد. به زنی گرفتش تا از این ازدواج سوم صاحب ولیعهدی شود. در آغاز فرح دیبا کمترین نفوذی بر شاه نداشت. برخلاف ثریا که همیشه چند قدم از شاه جلوتر میافتاد، فرح در مقابل پادشاه خود را عقب میکشید. پس از به دنیا آمدن ولیعهد، شهبانو به کارهای خیریه سرگرم شد. شاید بتوان گفت که عقایدی لیبرال حتی نزدیک به سوسیالیست و در هر حال پیشرو داشت. نقصی که فرح دیبا حتی با تمرین‌های مکرر نتوانست در خود برطرف کند، لحن محزون صحبت کردنش است. خصوصاً وقتی فارسی حرف میزند، ولی به فرهنگ علاقه‌مند است و در ادب و شعر، حتی شعر فرانسه، از خود ذوقی نشان می‌دهد. چنین صفاتی در خاندان پهلوی بسیار نادر است. یک بار کتابی از اشعار ادوارد را برای من فرستاد. تنها فرد خانواده سلطنتی است که از فرهنگ ایران ذخیره‌ای دارد. اینجا پانویس در رابطه با الوار توضیح داده. الوار داخل پرانتز اوژن گریندل معروف به پل 1895 تا 1952. اشعار این شاعر فرانسوی سرشار از عشق به صلح و زندگی است. او در نهضت مقاومت فرانسه شرکت کرد و از سال 1926 تا 1933 در حزب کمونیست فرانسه فعالیت داشت، ولی در این تاریخ از این حزب اخراج شد. پس از پایان جنگ، حزب کمونیست فرانسه دوباره الوار را دعوت به همکاری کرد. باز می‌گردیم به متن. برداشتن اولین قدم‌ها در محیط تازه‌ای که فرح دیبا به آن وارد شده بود قطعاً ساده و آسان نبوده است. برای مهار کردن احساسات خیش بیشک بر خود فشارهای زیادی وارد کرده است.
با این حال برخلاف رفتار رایج درباریان به مستمندان توجه داشت. من در نزد او نه ذره‌ای فخر فروشی دیدم و نه نشانه‌ای از بدطینتی. سیاستی که بر طبق آن رادیو و تلویزیون موظف بود روزانه 6 بار از خاندان سلطنتی نام ببرد، شهبانو را آلوده کرد. از این بابت مشکل بتوان وی را سرزنش کرد. حقاً میبایست نقش او را در زمینه‌های فرهنگی در نظر گرفت. در این رابطه او را میتوان مروج اروپایی شدن ایران دانست. او پادشاه را تشویق کرد که بین فرهنگ‌های شرق و غرب ارتباطی برقرار سازد و پای عده‌ای از هنرمندان و شعرا و فلاسفه را به کاخ سلطنتی باز کرد. به علاوه کم و بیش توانست از مداخله در امور دولتی خودداری کند. من 3 ماه قبل از انتصابم به پست نخست وزیری او را دیدم. به من به طور خصوصی گفت که عقایدش به افکار من نزدیک است و اگر ساواک مزاحم من بود او را هم آرام نگذاشته است. البته نسبت به موقعیت‌ها این مزاحمت‌ها شدت و ضعف دارد. در هر حال شهبانو به ندرت برای منافع شخصی دست به کاری می‌زد. باید به آنهایی که او را موجب سقوط شاه می‌دانند گفت که بی‌عدالتی خیلی پیش از رسیدن پای فرح دیبا به دربار آغاز شده بود و فساد از مدتها پیش رواج یافته بود و شهبانو گرچه با وسایلی ابتدایی و غالباً بی اثر می‌کوشید که بر بعضی از زخم‌ها مرهم بگذارد و پادشاه را به سمت رفتاری پدرانه‌تر و نیکخواهانه‌تر متمایل سازد. مردم پادشاه، اشرف پهلوی و فرح دیبا همه را به یک چوب راندند و ملکه را متهم به عوام فریبی کردند. آیا دلیلش این بود که ملکه کینه ملایان را در کوشش‌هایش برای آزادی زنان برانگیخته بود؟ احتمال دارد، اما خمینی برای دست به کار شدن به این بهانه‌ها نیاز نداشت. حق است مسئولیت بدبختی‌های ایران را میان کسانی که بر آن حکم روانی می‌کردند به عدالت تقسیم نمود. اگر در میان افراد خانواده سلطنتی یک نفر باشد که بر جریان امور نفوذی بی تردید داشته است، خواهر توأم شاه والا حضرت اشرف است. او از نظر سیاسی عنصر نامطلوب است. مصدق این موضوع را خوب فهمیده بود. 3 روز پس از انتصابش با شتاب به دربار رفت و گفت: من از حضور اعلی حضرت فقط یک تقاضا دارم. استدعا میکنم والا حضرت اشرف را هرچه زودتر خود اعلی حضرت از مملکت خارج کنند، زیرا من چنین حقی را ندارم و خود ایشان هم با پای خودشان تشریف نخواهند برد. و به این ترتیب اشرف از ایران اخراج شد و از این حادثه هنوز کینه شدید به دل دارد. من او را چندی پیش در پاریس دیدم. سخنانی که بین ما رد و بدل شد از این قرار بود: شما از مصدق با تعریف و تمجید بسیار حرف میزنید. از مصدق جز با تحسین نمیتوان حرف زد. مردی بود خدمتگزار ایران. تاریخ این قضاوت را درباره او کرده است. میدانید با من چه کرد؟ میدانم که شما با او میانه خوبی نداشتید. در حالی که چشمهایش از خشم برق میزد گفت: 3 روز بعد از آن که برادرم او را نخست وزیر کرد، مرا از مملکتم بیرون کرد. آدمی حق دارد بگوید که نفی بلد پایمال کردن یکی از حقوق افراد است، ولی باید در نظر گرفت که به دلیل پیوند خانوادگی او با پادشاه به دادگاه کشاندن و محاکمه و محکوم کردنش مشکل بود. بنابراین بهتر آن بود که مملکت را ترک گوید. شاه دخت و شهبانو برای تفاهم با هم ساخته نشده بودند. شاهزاده اشرف هیچ نفوذی را جز نفوذ خود بر دولت تحمل نمی‌کرد. در حقیقت او حکمرانی می‌نمود. 1 سال قبل از سقوط شاه، شهبانو همسر خود را متقاعد ساخت که اشرف را روانه خارج کند. شاهزاده برای بار دوم از مملکت خود اخراج شد. وقتی من به نخست وزیری رسیدم، از وزیر امور خارجه خواستم که سفرای ناموجه را از پست‌هایشان کنار بگذارند. مقرر شد آنهایی که سزاوار مقامشان هستند بر جا بمانند
و دیگران کنار بروند. وزیر امور خارجه فهرستی از 12 سفیر که میبایست از سمت خود خلع میشدند به من داد. سفرای واشنگتن، پاریس، لندن و غیره. پس از بررسی به این نتیجه رسیدیم که بهتر است همه آنها عزل شوند. از این 12 نفر 6 نفرشان از دست نشاندگان والا حضرت بودند. یکی از مردان سیاسی ایران که در طول سلطنت شاه نقش مهمی بازی کرده است. لااقل از نظر کمی مهم، زیرا رکورد طولانی ترین نخست وزیری را به دست آورده. امیرعباس هویداست. او از ژانویه 1965 تا اوت 1977 یعنی قریب 13 سال در این سمت باقی بود. من او را زمانی که ساکن بیروت بود شناختم. از من جوانتر بود و شاگرد همان دبیرستان لاییکی که من در آن درس می‌خواندم. چنین در ذهنم مانده است که پدرش کنسول ایران در دمشق بود. پسری بود چاق و چله، جسور و با ابتکار. با اینکه در کلاس دیگری بود غالباً به کلاس ما می آمد و برای بیرون رفتن یا شیطنت دست جمعی پیشنهادهایی میداد. خبر ندارم بعد چه رشته‌ای را دنبال کرد. آنقدر میدانم که از بیروت به بلژیک و بعد به فرانسه رفت و بعد از آن هم به استخدام وزارت امور خارجه درآمد. من او را 30 سال پس از دیدار در بیروت در تجمعی که برای ایجاد انجمن آفریقا آسیا تشکیل شده بود دوباره دیدم. به دلیل مأموریت‌هایی که در سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها به او داده بودند، فرصت آموختن چند زبان مختلف را یافته بود. زبان‌های فرانسه، انگلیسی، ترکی، عربی را می‌دانست. در زمان ملاقات دوباره ما معاونت مدیرعاملی شرکت ملی نفت را بر عهده داشت. وقتی برای دیدارش به شرکت نفت و دفتر او رفتم، مختصری خصوصیات اخلاقیش را شناختم. چنین حس کردم که او فقط بر سطح مسائل می‌لغزد و به عمق مطالب هم کاری ندارد. تصمیمی که می‌گیرد متکی بر اصول نیست و برایش کافی است که از جذبه‌اش که قابل انکار نبود استفاده کند. هویدا تا آنجا که من اطلاع دارم به هیچ کس آزاری نرسانده است، ولی سوای خدماتی که به دوستان کرده نیکی خاصی هم در حق کسی نکرده است. در کابینه یکی از همین دوستان یعنی حسن علی منصور به وزارت اقتصاد رسید. کمتر از 1 سال بعد پس از ترور منصور پادشاه هویدا را به نخست وزیری انتخاب کرد. این انتخاب کاملا قابل توجیه است. شاه پس از سرکوب جبهه ملی در سال 1962-63 و بازداشت مکرر ما میخواست با استفاده از مردانی جدید بدون سابقه سیاسی یا شخصیتی بارز یک طبقه دولتمرد و سیاستمدار جدید بسازد. بر 3 نفر شخصا انگشت گذاشت: منصور، هویدا و خسروانی نامی که در زمان نخست وزیری مصدق رئیس دفتر من بود. هویدا خوشبرخوردتر، بازتر و گرمتر از منصور بود. هیچ کس از دفتر او ناراضی بیرون نمی رفت. من فکر می کنم که خوشرویی و خندانی او از نوعی بی‌مسئولیتی آب می خورد. نخست وزیری بود مطیع. بدون خم به ابرو آوردن پذیرفت که قانون اساسی فقط نقش کاغذ باشد تا پادشاه با خیال فارغ تمام مراحل انقلاب سفیدش را به اجرا درآورد. با هم بسیار خوب کنار می آمدند. گویی مسئولیتی که بر عهده داشت متوجه او نبود. وقتی بودجه را عرضه می کرد کیفش را به نمایندگان مجلس نشان می داد و می گفت کارها انجام شد، باز سال دیگر با همین خدمت می رسم. مجلس هم دیگر کاری نداشت جز آنکه لایحه را به تصویب برساند. همانطور که شخص هویدا هم در زمان گرفتن دستور از پادشاه فقط سر خم کرده بود. این اواخر عادت داشت بگوید فرماندهی دستور داده است. در کجای قانون اساسی کلمه فرماندهی را دیده بود؟ کسی نمی‌داند. هم با نصیری هم با ملکه روابط بسیار خوب داشت. با چه کسی روابط حسنه نداشت؟ در حفظ آشنایان و دوستان به نهایت کوشا بود.
دفترش هیچ کسر و کمبودی نداشت. اگر فکر میکرد کسی به کارهای شاتوربریان علاقمند است، دستخطی از این نویسنده را تهیه و تقدیمش میکرد. پانویس توضیح داده در رابطه با این شاتوربریان 1768 تا 1848 نویسنده فرانسوی و از اعضای آکادمی فرانسه. باز میگردیم به متن. اگر فکر میکرد کسی به کارهای شاتوربریان علاقمند است، دستخطی از این نویسنده را تهیه و تقدیمش میکرد. هم میتوانست خود را در دل سلطان عربستان سعودی جا کند و هم در قلب پادشاه انگلستان. روابط عمومیش بی‌نقص و کارآمد بود. تقریباً هیچ وقت پشت میز کارش نبود. در اتاقش بسیار بی تکلف 4 زانو با جوراب‌های شلوول نزدیک جای پیپش می‌نشست و وقتی کسی وارد می‌شد با ذوق و شوق او را بغل می‌کرد و می‌بوسید و می‌گفت البته هرچی شما بخواهید. وقتی وزیر اقتصاد بود از من خواست که به ملاقاتش بروم و بسیار مؤدبانه پرسید به چه نیاز دارید؟ من جواب دادم که به هیچ عنوان نمیخواهم از من با پادشاه صحبتی بکنید. درآمدی کافی دارم و مایل نیستم زیر دین کسی باشم. بودجه سری عظیمی در اختیار داشت که از چپ و راست بین این و آن از جمله ملایان پخش میکرد. شهرت داشت بهایی است. پدرش بیشک بهایی بود ولی از محفل بهاییان اخراج شده بود. خود او به هر حال پایبند مذهب خاصی نبود. یکی از روزنامه‌نگاران مشهور فرانسوی برای من نقل کرد که روزی به ملاقات هویدا می رود و هویدا از او می پرسد به پول احتیاج دارید و وقتی خبرنگار یکه می خورد هویدا می گوید نه ناراحت نشوید، مسئله این است که ما 9 میلیارد دلار داریم و نمیدانیم با آن چه کنیم. این مرد که از جمله کسانی بود که شاه به منظور به وجود آوردن نسلی جدید برای برپا کردن ایرانی نوین انتخاب کرده بود. یکی از عوامل اساسی و تعیین کننده وقایعی است که 1 سال پس از سقوط خود او بر ما گذشت. تا قبل از بازداشتش شاه به او می گفت تو بهترین رئیس دولتی هستی که ایران به خود دیده است. میدانی که من چقدر برای تو احترام قائلم و چقدر به تو علاقه‌مندم. ولی به دلیل فشارهایی که لحظه به لحظه شدیدتر میشد ناگزیر شد از او جدا شود. به او پیشنهاد کرد من این مطلب را از شخص شاه شنیدم به عنوان سفیر به بلژیک برود، ولی هویدا قبول نکرد. اگر پیشنهاد سفارت در فرانسه، امریکا و یا روسیه به او شده بود شاید میپذیرفت، ولی چطور میتوانست پس از 13 سال ریاست دولت سفارت در مملکتی را بپذیرد که از کشورهای ردیف اول جهان به شمار نمی آمد؟ به این ترتیب هویدا در ایران ماند. بعد از ظهرها با شلوار کوتاه و راکت تنیس از خانه‌اش واقع در شمال تهران بیرون می آمد و برای بازی به یکی از زمینهای ورزشی نزدیک می رفت و با مردم و همسایگان گرم و نرم سلام و تعارف می کرد. پادشاه در سال 1978 برای خواباندن صدای اعتراضی که از خطاهای چندین ساله نشأت می گرفت او و چندین نفر دیگر را بازداشت کرد. سپهبد نصیری هم که دیگر ریاست ساواک را نداشت و سفیر ایران در پاکستان شده بود به تهران احضار شد چون سرنوشتی مشابه سرنوشت هویدا در انتظارش بود. این عده از جمله چند نفری بودند که به غلط یا به درست از نظر مردم متهم بودند که یا به وظایف خود عمل نکردند و یا قانون شکنی کردند. شهردار تهران آقای نیکپی هم از آن جمله بود و با هویدا و دیگر شخصیت‌های کشوری و لشکری به زندان افتاد. در آن روزها فقط در این فکر بودند که کسی را پیدا کنند تا کاسه کوزه را بر سرش بشکنند، ولی باید گفت که بیشتر آنهایی که کاسه کوزه بر سرشان شکست سزاوار هم بودند. دولت ارتشبد اظهاری 6 نوامبر 1978 تشکیل شد و در آغاز ژانویه 79 به یک رشته بازداشت‌های دیگر اقدام کرد.
من هم چند نفری را بازداشت کردم، از جمله هوشنگ نهاوندی، وزیر سابق و رئیس دفتر ملکه را که تاکنون چند بار در زندگی رنگ و قیافه عوض کرده است. برای همه این افراد مسئله تازگی داشت، چون هیچ یک تا آن روز رنگ زندان به خود ندیده بود. به مدت 25 سال زندانهای شاه مال دیگران بود. من مطلقاً نمیخواهم بگویم که زندان رفتن هم باید نوبتی باشد. مقصودم فقط این است که نمیتوان تا ابد از هر کیفری در امان بود. در برنامه من این لایحه گنجانده شده بود: محاکمه سریع غارتگران و متجاوزان به حقوق ملت، یا از طریق دادگاه‌های موجود و یا از طریق تدوین و ارائه قوانین مورد نیاز به مجلسین جهت ایجاد دادگاه‌های ملی با اختیارات خاص. این لایحه تسلیم مجلس شد و به تصویب رسید. متن لایحه شامل 15 سال گذشته میشد. بنابراین در مورد تمام آنهایی که در طول آن مدت در زندگی و سرنوشت ملت دخالتی داشتند و طبعاً در مورد تمام کسانی که بعد مسئولیتی می داشتند قابل اجرا می بود. محتمل بود که خود من روزی ناگزیر شوم که کارهای دولتم را در مقابل این دادگاه ها توجیه کنم. قرار بود دادگاه را مردم تشکیل دهند و هیئت منصفه متشکل از 40 نفر باشد که 15 نفر از آنها را وزارت دادگستری تعیین کند. نوآوری در همین نکته بود. میشد هم قوانین نظامی را پایه کار قرار داد و هم قوانین مدنی را. با اولی سخت مخالفت کردم، ولی اجرای قوانین اخیر همه در صلاحیت دیوان عالی کشور بود که قضاتش اکثرا دست پرورده ساواک بودند. این کار ضروری به نظر می رسید، منتها حالا دیگر هیچ کس وعده ها را باور نداشت. مردم برای زمانی چندان دراز از آزادی محروم شده بودند که نمی توانستند بفهمند حالا دارند با آنها می گویند شما وجود دارید، آدمید، حرف بزنید و صدایتان را بلند کنید. مردم با من مخالف نبودند. به گذشته من اعتماد داشتند، ولی دادگاه تازه از زمان جلو بود و مردم به چیزی که تجربه نکرده بودند اعتماد زیادی نداشتند. هویدا در یکی از زندانهای نظامی در بازداشت به سر می‌برد. من دادستان تهران را به دیدارش فرستادم. می‌خواستم از شرایط زندان این سیاستمداران با خبر شوم. شرایط زندان معقول بود. غذایشان را از خانه برایشان می‌آوردند و با افراد خانواده و دوستان در تماس بودند. آنها را از زندانهای غیر سیاسی جدا نگه داشته بودند. نخست وزیر اسبق روزهایش را به خواندن و نوشتن می‌گذراند. به عنوان رئیس دولت از بازپرس خواستم که بازجویی چند نفر از جمله نصیری و هویدا را آغاز کند. اتهامات به آنها تفهیم شد. قرار بود طبق قانونی که به تصویب مجلس رسیده بود و تمام تضمین‌های لازم را هم داشت محاکمه شوند. سقوط کابینه من فرض‌های مسئله را به صورتی دردناک تغییر داد. پاسداران انقلاب به محل بازداشت حمله بردند. بعضی بختیارشان بود و توانستند فرار کنند. بقیه گیر افتادند و بیشترشان تیرباران شدند. در مورد هویدا به سختی بتوان از اعدام صحبت کرد. او را در واقع به قتل رساندند و این جنایات مثل دیگر جنایات جمهوری اسلامی مایه انزجار است. اعمال هویدا قابل دفاع نبود. خود او گفته است من تقصیری نداشتم، سیستم بود که خراب بود. حتی با حسن ترین قضات در مقابل چنین حرفی می گفت سیستم خود شما بودید آقا، شمایی که نخست وزیری را قبول کردید. قبل از آن وزیر دارایی بودید و پس از آن وزارت دربار را گرفتید. شما جز بله قربانگویی کاری بلد نبودید. هویدا تقاضای 1 ماه فرصت کرده بود تا دفاعیه‌اش را تنظیم کند و کتابی بنویسد. نوشتن کتاب لزومی نداشت. 30 صفحه هم کفایت میکرد. کتاب را برادرش فریدون به جای اون نوشت. به نقل از گروهی که دایه شاهپرستی دارند، این شخص بی اخلاق و ریزخوار خان اشرف شاه دخت را تهدید کرد که اگر $100,000 به او ندهد کتابی منتشر خواهد کرد و نشان خواهد داد که برادرش بیگناه است و شاه به او خیانت کرده است. عذر سخت‌تر از گناه. در بارگاه عدل خمینی هیچ نوع استدلالی کارگر نمی افتاد.
چند ماه پس از سقوط دولت من یکی از روزنامه‌نگاران ایرانی این شهامت را داشت و نوشت میخواهند هویدا را اعدام کنند چون قانون اساسی را اجرا نکرد و میخواهند بختیار را اعدام کنند چون میخواست آن را اجرا کند. مملکت مسخره است. آموزگار توسط شاه بازداشت نشد چون به موقع ایران را ترک گفت. این مرد که مدت 1 سال نخست وزیری کرد، از اوت 1977 تا اوت 1978 قبلا 10 سال در کابینه هویدا وزیر بود. جمشید آموزگار مردی درست و هوشمند بود و حافظه‌ای حیرت انگیز داشت. میتوان او را یک تکنوکرات کامل به شمار آورد. ولی فلز دولت مردان را نداشت و به نظر می آمد که شامه سیاسی ندارد. او پس از به پایان رساندن رشته مهندسی در دانشگاه تهران به آمریکا رفت و در آنجا روابط دوستانه‌ای با جمعی برقرار نمود. ولی به هیچ وجه نمیتوان او را مرد آمریکایی ها نامید. شرافتش همین بس که همیشه برای معاش و گذران زندگی ناچار بود کار کند. به زمانی میرسیم که شاه نمیدانست به کدام در پناه برد. آموزگار مرد این میدان نبود. کوشید که وضع را سامانی بدهد ولی اوضاع روز به روز وخیمتر میشد. سینماها و بانکها را آتش میزدند و ناامنی در همه جا حاکم بود. غربی‌ها به این نتیجه رسیدند که سیاست شاه دیگر کارآمد نیست. معاذ شاه سرسختی میکرد. برخلاف عرف و طبیعتش بود به شخصی رجوع کند که گذشته منزه دارد. تا آن زمان در بازی 7 خانوار همیشه ورقهای معمولی را انتخاب میکرد. فقط رو به کسانی میآورد که از انجام هر اقدام مثبتی ناتوان بودند. یعنی مداوماً ورقهای بازنده را برمیگزید. این بار ورق شریف امامی را رو کرد که 17 سال قبل نخست وزیر شده بود و بعد سناتور انتصابی. مردی بود اهل بدبستان و مشکوک که در تمام جنجالها و طرحهای مالی مهم دستی داشت. نزد مردم هم بی‌اعتبار بود و حق بود آخرین کسی باشد که به ذهن شاه بیاید. یعنی اگر شاه میخواست عالماً و عمداً تیشه به ریشه خود بزند نمیتوانست بهتر از شریف امامی کسی را انتخاب کند. دولت شریف امامی پیش از 3 ماه دوام نیاورد و همین 3 ماه هم زیاد بود. شاه به دست و پا افتاد. باز ورقها را بر زد و از میان آن یکی دیگر را انتخاب کرد که تا آن زمان و لااقل به این منظور به کار نگرفته بود. ارتشبد غلامرضا اظهاری، ژنرال 4 ستاره، رئیس ستاد مشترک. 7 وزیر کابینه او نظامی بودند. افسران در تمام شهرها شریک قدرت شدند. اوضاع در مرز انفجار بود. اعلیحضرت در یک سخنرانی خطاب به ملت گفت که صدای انقلاب مردمش را شنیده است و وعده داد که تغییرات اساسی آغاز خواهد شد. چگونه؟ با یک ژنرال 4 ستاره؟ پادشاه تأکید کرد که اظهاری برای زمانی دراز در این مقام نخواهد ماند. موقتی است. فقط تا یافتن یک غیر نظامی بر سر کار خواهد بود. بنابراین نمیتوان به ارتش خورده گرفت که چرا تمام صحنه را اشغال کرده است. اظهاری فقط 2 ماه حکومت کرد و نیم این زمان را هم در بیمارستان گذراند. پادشاه در حقیقت دولتی نداشت و در غم و بی‌تصمیمی به سر می‌برد. آن سخنرانی کذا موجب شد که قافیه را ببازد. نهاوندی در کتابش نوشته است چه کسی آن متن بی‌معنا و بی‌مغز را برای شاه نوشت؟ باید پرسید حقیقتاً جناب عالی خبر ندارید؟ جیمی کارتر در 31 دسامبر 1977 وارد تهران شد. ایران در یکی از پرآشوب‌ترین مناطق جهان حکم جزیره ثبات و آرامش را دارد. من برای هیچ یک از سران دیگر دول احساس امتنان عمیق و دوستی فوق‌العاده‌ای که نسبت به شاه ایران دارم احساس نمی‌کنم. اینجا پانویس توضیح داده قسمتی از نطق کارتل در شب ضیافتی که به افتخار ورودش به ایران در دربار داده شد. کدام ثبات؟ در 7 نوامبر 1977 بازداشت نخست وزیر اسبق امیرعباس هویدا. در 8 سپتامبر 1978 700 نفر کشته در تهران در جریان جمعه سیاه.
در 16 اوت 1977 تا 31 دسامبر 1978 آمد و شد دولت‌های مختلف و بالاخره شکست ارتشبد اظهاری و همه اینها افسوس تازه آغاز کار بود. پایان این بخش دوم قسمت ششم آمد و شد کابینه ها. تا اینجا خلاصه ای از وقایع سالهای پرجنجال قبل از فتنه خمینی را بازگو کردم. حالا میخواهم مختصری عمیق‌تر مسائل را بشکافم و جنبش‌هایی را بررسی کنم که همه به ظاهر غیر پیوسته بودند، ولی وقتی به سرچشمه و مبدأشان دقت کنیم میبینیم جملگی به واقعیتی ساده و اندوه آور مرتبطند. یکی از عوامل ثابت سیاست شاه انزجار عمیق او نسبت به مخالفین بود، ولی روزی فرا رسید که پادشاه به رغم فاصله‌ای که با واقعیت‌ها گرفته بود و انزوایی که برای خود ایجاد کرده بود، متوجه شد که اوضاع نابسامان است. دولت هویدا به وعده‌های خود وفا نکرده بود. تهران حتی در وسط تابستان مواجه با کمبود برق بود. این مثال را از این بابت ذکر می‌کنم که بسیار گویاست، چون مژده داده بودند که تولید برق سالانه به میزان قابل ملاحظه‌ای یعنی 37% افزایش یافته است. البته هزینه‌ای هم در همان حد قابل ملاحظه برای این طرح در نظر گرفته شده بود، اما پروژه ها از حد کاغذ طراحان فراتر نرفت. از هر طرف فریاد مردم از فساد دستگاه بلند بود. به هوش آمدن اعلیحضرت دلایل دیگری هم داشت. کارتر داخل پرانتز که از این بابت بر او ایرادی نیست. کارتر شاه را از رفتار غیرقانونی ساواک و شکنجه کردنهایش برحذر داشته بود. وی در زمان مبارزات انتخاباتیش در حضور چند نفری از دوستان نگرانیش را چنین ابراز کرده بود: ما با بعضی ممالک به خصوص با 3 کشور کره جنوبی، آرژانتین و ایران مشکلاتی داریم. ایجاد تفاهم با این آقایان آسان نخواهد بود. بیماری هم بیشک پادشاه را به فکر واداشته بود. بیماری شاه وخیم بود، ولی کسی از آن اطلاع نداشت جز همسر و 2 یا 3 نفر از محرمان. حتی خواهر دوقلوی او اشرف از ماجرا آگاه نبود. اخیراً با خبر شدم که پادشاه به ژیسکار دستن هم در این باره اشاره کرده بود و شاید به دلیل همین آگاهی ژیسکار به خواهش شاه خمینی را در خاک فرانسه پذیرفت. شاه امیدوار بود که به برکت دور کردن این مایه شر بتواند نفسی تازه کند، غافل از این که از این نظر پاریس یا نوفل-و-شاتو از عراق یا سوریه به تهران بسیار نزدیکتر است. به تمام این دلایل شاه به فکر افتاد که مختصر تغییراتی در اوضاع بدهد. دولت هویدا با تمام تسهیلاتی که برایش فراهم بود، از جمله آرامش داخلی و خارجی مملکت و امکانات مالی فراوان، نتوانسته بود مشکلات را برطرف سازد. بنابراین شاه تصمیم گرفت وزیر اقتصاد هویدا را به نخست وزیری برگزیند. کابینه آموزگار از کابینه قبلی معقول‌تر بود. آموزگار کوشید مختصر نظمی در اوضاع ایجاد کند و وضع سیاسی را بهبود بخشد، ولی با این همه او هم یکی از مهره‌های رژیم بود. در 30 سال گذشته لااقل 12 یا 13 بار به وزارت رسیده بود و تقریباً در تمام کابینه ها شرکت داشت. من نه در وطن پرستی او تردیدی دارم و نه در درستکاری و شرافتش. مهازا مرد تازه نفسی برای این میدان نبود و در رابطه با تغییر و تحولی که صحبتش در میان بود در کسی ایجاد خوشبینی نمی کرد. باید افزود که پادشاه معمولاً برای آنکه بتواند کاملاً بر دولت مسلط باشد وزرا را به جان یکدیگر میانداخت. گاه حق را به این گاه به آن میداد و درباره اختلاف آنها به داوری مینشست و همیشه موفق میشد که در هیئت وزرا چند دستگی ایجاد کند. آموزگار را علیه هویدا تحریک میکرد و به او میگفت بالاخره نوبت به شما هم باید برسد، مگر نه؟
تا آخرین روزها پادشاه حاضر بود با هر کسی کنار بیاید جز با پیروان مصدق. در سپتامبر 1978 یعنی چند ماهی قبل از انقلاب به یک روزنامه‌نگار آمریکایی گفته بود که افراد آن گروه از مخالفین که نامشان جبهه ملی است همه عوامل دول غرب هستند و مصممند که کشور را به کمونیست‌ها تحویل دهند. اینجا پانویسی اشاره کرده روزنامه‌نگار آمریکایی، خبرنگار نشریه نیوزویک. باز میگردیم به متن. این سخنان نشان می‌دهد که کینه و نفرت حتی رد ابتدایی ترین و ساده ترین منطق‌ها را هم از استدلال برمی‌چیند. اگر ما عوامل غرب بودیم چطور دستور داشتیم که مملکت را به کمونیسم بسپاریم؟ در نحوه استدلال پادشاه تضادی آشکار وجود داشت که فقط از بغض پایان ناپذیرش نسبت به مصدق ریشه می‌گرفت. طی یک ربع قرن او را عوام فریب نامید، وطن پرستی‌اش را منکر شد و تمام تهمت‌های ممکن را به او زد. تا لحظه مرگ با مصدق رفتاری به نهایت ناپسند داشت. در پاسخ به تاریخ برای ناسزاگویی به مصدق گویی کلماتی به اندازه کافی ناهنجار پیدا نمی‌کند. او را موجودی قابل ترحم، افسانه پرداز، هذیانگو، بی‌کفایت، منفی، لبریز از لاف و گزاف عوام فریبانه، حراف، بازیگر و غیره می‌خواند. حتی وقاری را که به وقت توصیف پرطمطراق دوران سلطنتش از خود بروز می‌دهد به محض آنکه این نام منفور به قلمش جاری می‌شود فراموش می‌کند. نامی که ما هرگز در بزرگداشتش غفلت نکرده‌ایم. هرچه درباره این بغض بگوییم کم گفته‌ایم، چون دلیل مستمر دور نگه داشتن جریانی از میدان سیاسی کشور شد که در میان طبقه متوسط و روشنفکر ایرانی ریشه داشت و هدفش اجرای دقیق قانون اساسی بود و به همین دلیل خود را به مصدق وابسته می‌دانست. پادشاه نمی‌توانست آن جریان را نادیده بگیرد. نامه‌ای که ما با احترام تمام 18 ماه قبل از آن که خمینی قدرت را به دست گیرد خطاب به شاه نوشتیم و من قبلا به آن اشاره کردم. پس از انتشار به 10 زبان ترجمه شد و صدها هزار نسخه آن در سراسر جهان پخش گردید. تمام مطبوعات دنیا آن را منتشر ساختند. محمد رضا شاه در جریان امر بود، منتها مایل نبود از ما سخنی در میان باشد. در عوض با ملاها راحت میتوانست کنار بیاید. با اکثریت نزدیک به اتفاق آنها روابطی نزدیک داشت. مبالغ گزافی در پنهان یا به وسیله ساواک یا توسط نخست وزیر به نام آنان واریز میشد و این مزدها سوای پولهای مرتبطی بود که در چارچوب قوانین موجود به آخوندها پرداخت می‌گردید. شاه به طریق مختلف راه را برای خمینی هموار کرد. قسمتی از نیروهای فعال ملت که راه را به روی خود بسته یافت به طبقه مذهبی پناه برد. از آنجا که تجمع مخالفان ممنوع بود و گردهمایی در سلولهای حزب واحد نیز معنایی نداشت، جوانان خود را به دامان مذهبیون انداختند. راه ملیون مسدود شده بود ولی دروازه مذهب باز بود. این مفر بدایند آمریکایی‌ها هم نبود، چون آنها تصور می‌کردند که مذهب بی خطر است و جوانان بی آنکه آزاری برسانند می‌توانند شیطنت و هیاهوی خود را در آن میدان مصرف کنند. این برداشت ابتدایی و خام بود، چون کمونیست‌ها با روش‌های مخصوص به خود با همه و به خصوص با ملاها ساخته بودند. نتیجه این نفوذ در آن جمعی که مجاهدین خوانده میشد متبلور شده است. اینان کمونیست هایی هستند که صورتک مذهبی بر چهره دارند و یا مذهبیونی که به آیین مارکسیسم گرویدند. ملایان که در مدت 25 سال جز مواردی نادر از جمله مورد شخص خمینی در سالهای 1962 و 1963 خودی نشان نداده بودند، بسیار سریع بر شمار مخاطبانشان افزودند. سلولهای این قدرت جدید در مساجد شکل گرفت
که هم از پول دولت و پادشاه تغذیه میشد و هم از اعانه‌های خمینی که وی از بعضی ممالک مسلمان خارجی دریافت میکرد و جزئی از آن را بین ملایان پخش میکرد تا هوایش را داشته باشند. آموزگار پس از آن که جانشین هویدا شد، قسمتی از درآمد ملایان را قطع کرد. احتمالاً مقرری آنها را به کمتر از نیم آن تقلیل داد. تازه مبلغ باقی مانده هم بسیار قابل ملاحظه بود. وقتی در سال 1979 فهرست پولهایی که به آخوندها پرداخت میشد به دست من رسید، دیدم که بعضی از ملاها بیش از 1,000,000 فرانک در سال مزد دریافت میکنند و وجه دریافتی بعضی دیگر متجاوز از 1,000,000 دلار است. اگر به این مبالغ وجوهات بازاری‌های مذهبی را هم بیفزاییم، به این نتیجه می‌رسیم که انقلاب خمینی از نظر مالی مطلقاً در مضیقه نبود. ما حتی اجازه نداشتیم که در خانه‌های خود گرد هم آییم، ولی خمینی برای جمع آوری پیروانش در هر شهری صدها مسجد در اختیار داشت. شعار از نظر مردم مشخص شد. همه فریاد برداشتند: زنده باد اسلام. درست به این دلیل که کسی حق نداشت فریاد بزند زنده باد مصدق. به دنبال اسلام خمینی هم ظاهر شد. به این طریق نقشه انقلاب و یا زیر و زبر شدن مملکت به ثمر رسید. آموزگار هم به دلایلی که ذکر شد موفقیتی کسب نکرد و هم به دلیل بدرفتاریش با ملایان و قطع روزی آنها. به علاوه به نظر می رسید که در کابینه و حتی اطرافیان او کسانی بودند که تمایل داشتند روابط میان آخوندها و دولت را شکراب کنند. در آن زمان مقالاتی در بعضی روزنامه‌ها نشر یافت که در شأن سازمان‌های مطبوعاتی موجه نبود. چه کسی الهام بخش این مقالات بود؟ بعضی قدرت‌های خارجی را متهم می‌سازند، ولی این فرض به اثبات نرسیده است. آنچه مسلم است این است که در این مقالات به شکل حقیرانه‌ای به همه روحانیان و به خصوص به خمینی حطاکی می‌شد. از او تصویری به نهایت موهن می‌ساخت. همچنین همجنس بازش می‌خواند. سرودن اشعاری سبک را به او نسبت می‌داد. از داستان‌های دوران جوانیش پرده می‌داشت و غیره. اگر این روش محض مبارزه منظم تبلیغاتی در پیش گرفته شده بود که چنین هم به نظر می رسد به هدفش رسید، چون اولا خشم ملاهای متعصب را برانگیخت و در ثانی خمینی را به کسانی که با او آشنایی نداشتند معرفی کرد. در مقابل این جوش و خروش جبهه ملی فعالیتی نداشت به دلیل آنکه دولت فلجش کرده بود. از مختصر آزادی زمان آموزگار هم نتوانست بهره لازم را بگیرد، در حالی که در طی آن سال نفوذ ملایان به طرز سرسام آوری گسترش یافت. در تمام نهضت‌ها و تشکیلات نقش رهبر فوق‌العاده مهم است. از بخت بعد ما در آن زمان و در این مقام مردی را داشتیم ضعیف النفس، مردد ولی خوش‌حضور و دلپذیر که به هیچ وجه در آن موقعیت مناسب پستش نبود. سنجابی حتی حرمت اصول را هم نگه نمی داشت. مثلا به مذهبی بودن تظاهر میکرد در حالی که چندان پایبند مذهب نبود. به هر حال اصولا نمیشد هم عضو جبهه ملی بود و هم مذهبی متعصب. در کنار ما تشکیلات بازرگان هم موجود بود که با جبهه ملی روابطی داشت، ولی از اجزای آن به شمار نمی آمد. آن شاگرد سابق اکول سانترال، رئیس سابق دانشگاه فنی و مدیر عامل اسبق شرکت ملی نفت ایران از جنم دیگری بود و نمیتوانست طرز دید خمینی را داشته باشد. ناسیونالیست بود ولی از یک درد بزرگ در رنج. او هم بلد نبود بگوید خیر. من این نسبت را به هویدا دادم و بعد هم در صحبتی از بسیاری از شخصیت‌های ایران نوین این حرف را تکرار کردم. تمام بدبختی ها از سیاستمداران ناشی می شود که ادعای اداره مملکت را دارند ولی به وقت لزوم این یک کلمه کوتاه را نمی توانند بر زبان آورند.
بازرگان عمیقاً مذهبی و ذهنش مداوماً به مسائل دینی مشغول بود. با این حال در دوره ریاست مجمع حقوق بشر را در ایران پذیرفت، در حالی که این دو موضوع با هم متنافرند. نمی شود هم چادر را به زنان تحمیل کرد و هم مدافع حقوق بشر بود. در هر حال خمینی در یادآوری این مطلب به بازرگان کوتاهی نکرد. این حقوق بشری که شما هی حرفش را میزنی دیگر چیست؟ همان اسلام خودمان برای همه چیز کافی است. در داخل جبهه ملی بر سر استراتژی اختلاف افتاد. مسئله به این شکل مطرح بود: آیا باید برای ایجاد یک دولت ملی دموکرات لاییک جنگید یا باید ادای ملایان را درآورد؟ و معمم شد. وضعیت آن روز جبهه ملی را تا حدی میتوان با موقعیت فرانسه در سال 1940 قیاس کرد. بسیاری از شخصیت‌ها از حوادث عقب ماندند، مثل پل رنو، ولی کسانی هم بودند که این قدرت را داشتند تا مطابق اعتقادشان تصمیم بگیرند، چون دوگل. روشنفکرها، طبقه متوسط، استادان دانشگاه، کسانی که مشاغل آزاد داشتند و بازاری‌ها، همه بر سر این دوراهی مانده بودند. عده‌ای مجذوب تعزیه‌گردانی خمینی شده بودند و عده‌ای مرعوب آن. احساس اکثریت مردم را میتوان چنین خلاصه کرد: حالا که سیل سرازیر شده است، ما نیز همراهش برویم. چرا در مقابل پدیده‌ای اجتناب ناپذیر مقاومت نشان دهیم؟ در نتیجه آنها هم تفسیر امام را در ماه دیدند و نشریات با لحن بسیار جدی صحبت از معجزه به میان آوردند. در سال 1963 خرداد 42 جبهه ملی از جنبش خمینی پشتیبانی نکرد. در این تصمیم گیری من نقش داشتم. به هیچ قیمت نمیخواستم خود را با شیوه تفکری مرتبط سازم که با پیشرفت و تحولی که ما تحسینش میکردیم عناد داشت. زمین بیشتر برای کشاورزان، حقوق بیشتر برای زنان. با 4 رأی در مقابل 3 رأی تصمیم گرفتیم که از خمینی به هیچ عنوان پشتیبانی نکنیم. برای آنکه صحبت درباره آموزگار را هم ختم کنیم، باید بگویم که او به هر حال توانست از زمینخواری هایی که در اطراف شهرهای بزرگ صورت می گرفت جلوگیری به عمل آورد. به همت او بهای زمین 50% پایین آمد. متاسفانه این قبیل دستاوردها تحت شعاع هیجانات عمومی قرار گرفت. سرنوشت مملکت در آن لحظات در خیابانها تعیین می شد. بانکها را غارت می کردند. نوبت آدمکشان بود. در اواسط او حادثه سینما رکس آبادان به مرگ 380 نفر زن و مرد و کودک بیگناه در میان شعله‌های آتش انجامید. ناگهانی بودن حادثه مانع از این شد که آتش نشانی پالایشگاه به موقع در محل حضور پیدا کند. میگویند که درها را از خارج قفل کرده بودند. این آتش سوزی فاجعه‌ای ملی بود. از طرف کمونیست‌ها و ملاها فریاد بلند شد که این جنایات به دستور ساواک صورت گرفته است. ساواک همانی بود که میدانیم، ولی این گونه تهمت‌ها دروغ است و از بوته آزمایش هم روسفید بیرون نمی آید. دولتی که در پی ایجاد آرامش است چه نفعی از به وجود آمدن چنین فضایی میتواند ببرد؟ آتش سوزی بدون شک عمدن ایجاد شده بود. عاملان آن هم ملایان بودند. این مطلب را من قویاً تأکید میکنم. مردی که پس از ماجرا دستگیر شد و به جنایات اعتراف نمود، بعد چه بر سرش آمد؟ در آغاز به عراق پناهنده شد و بعد به ایران بازش گرداندند و کسی نمیداند حالا کجاست. بارگاه عدل خمینی به رسم دیوان بلخ به جای او 2 پلیس را اعدام کرد. اول مراسم کفن و دفن و بعد شب 7 و بعد چله گذاران. این تشریفات به طور مسلسل تکرار میشد و هر کدام بهانه‌ای برای یک رشته تظاهرات جدید بود. تمام این آشوب‌ها به دست ملایان برپا شد. آداب مذهبی اسلام اسباب و ابزار برهم زدن تعادل رژیم را فراهم ساخت. بخش دوم، قسمت 7. دگردیسی حیرت انگیز یکی از درباریان. دگردیسی حیرت انگیز یکی از درباریان.
با بالا رفتن تعداد سوء قصدها عمر دولت آموزگار هم سر آمد. لازم است قبل از به پایان بردن صحبت درباره این نخست وزیر از یکی دیگر از کارهایش نیز به نیکی یاد کنیم. او بود که نصیری، یعنی کسی را که 13 سال ریاست ساواک را بر عهده داشت و نامش برای همیشه به زشتی در خاطره ها خواهد ماند، از کار برکنار کرد. شدت اعمال تروریستی که به راهنمایی آخوندها انجام میشد طبعاً فشار و خفقان را شدت میبخشید. مأموران مقابله با این اعمال نیز بضاعت اجرای وظایف خود را نداشتند. البته باید پذیرفت که کسی هم در این زمینه به آنها کمکی نمی‌کرد. از شهبانو پرسیدم در این مملکت که میلیاردها دلار به مصارف مختلف میرسد، چرا وسایلی وجود ندارد تا به پلیس امکان بدهد بدون کشتن کسی مردم را خلع سلاح و متفرق سازد؟ در تمام کشورهای متمدن در مقابل درگیری‌های خیابانی از این نوع وسایل استفاده می‌شود و احتمالاً تهیه‌اش بیش از $1,000,000 خرج بر نمی‌دارد. ما تاکنون از این پولها بسیار هدر داده‌ایم. به من گفته شد که در این فکر بودند، اما وقتی خواستم موضوع را تعقیب کنم به من جواب دادند که طرح به مناقصه گذاشته شده است. در رژیم اختناق سیاق کارها از این قرار بود که ارقام نجومی برای بازسازی جزیره پرت در کناره خلیج فارس به مصرف برسانند. از آن شهری به سبک یکی از شهرهای 1001 شب بیارایند. در آن گیاهانی نادر از 4 گوشه جهان بکارند. به مدرن‌ترین وسایل تهویه هوا مجهزش بسازند. آب آشامیدنی را با هواپیما به آنجا حمل کنند. و بعد نمیدانم حتی برای فراهم کردن وسایل عیش و عشرت شیوخ با پا اندازان فرنگی به مذاکره بنشینند. ولی وقتی صحبت از خرید وسایل مناسب برای تأمین نظم و حفظ جان صدها نفر پیش می آمد، طرح را به مناقصه بگذارند. شریف امامی، صدرنشین جدید هیئت دولت، از آغاز کار به جبهه ملایان تمایل نشان داد. از ابتدا اعلام کرد: من هرگز با مصدقی‌های خائن کنار نمی آیم، اما روحانیان از قماشی دیگرند، نورانی‌اند، آسمانی‌اند. از درفشانی‌های شریف امامی طی حکومت بسیار کوتاهش می توان رشته درازی از کلمات قصار عرضه کرد. از جمله خطاب به نمایندگان مجلس این سخنان حیرت آور را ادعا نمود: من آن شریف امامی دیروز نیستم، در مقابل شما مردی جدید ایستاده است. عجب حرف یاوه‌ای، مگر می شود از امروز به فردا دگرگون شد؟ کسی که در سال 1960 رئیس دولت بود و پس از آن ریاست بسیاری از سازمانهای رسمی از جمله بنیاد پهلوی را بر عهده داشت، چطور می توانست مدعی شود که بانی تغییر تحولی خواهد بود؟ روزی که من خواستم خود را به نمایندگان مجلس معرفی کنم، بر سبیل طنز و با کنایه به سخنان شگفت آور سلفم گفتم: آقایان، من همان آدم 30 سال پیشم و دقیقاً همان آدم خواهم ماند. گاه روشن کردن این که چه کسی از گذشته‌اش شرم دارد و چه کسی ندارد مفید است. من هم مثل برکسون فکر می‌کنم. گذشته ما محفوظ است و قدم به قدم دنبالمان می آید. اینجا پانویس توضیح داده. جمله برکسون این است. برمیگردیم به متن. شریف امامی در پی آن است که بخشی از آخوندها را با چاپلوسی و چرب زبانی به سکوت وادارد. هیئتی را به عراق میفرستد. شاه بالاخره کم کم از خواب بیدار می شود و بعضی حقایق برایش آشکار می گردد. حالا دیگر شعار فقط مرگ بر شریف امامی نیست، بلکه زنده باد انقلاب است. به همه چیز همه کس توهین می شود و نام پادشاه هم گاه به این توهین ها آمیخته است. در راهپیمایی ها 300 الی 400 هزار نفر شرکت می کنند. باید یادآور شد که گردآوری این تعداد تظاهرات کنندگان در مشرق زمین از دیگر ممالک آسانتر است، چون آنجا کار جدی کمتر و تعداد بیکاران بیشتر است. به علاوه در آن اواخر این کارها نوعی سرگرمی، نوعی نهاد اسلامی شده بود. پس از تشکیل دولت شریف امامی حوادث سریعتر پیش می رود. شورش، آتش سوزی، حمله به بانک ها.
این اتفاقات در شهرهای مختلف تکرار می شود. در اصفهان، در تبریز و غیره. پادشاه مردی را انتخاب کرده است که کاری از دستش ساخته نیست. اعلام رسمی حکومت نظامی و گسیل کردن ارتش به خیابانها اقدامی خطرناک است. زیرا اگر رو در رویی به درازا بیانجامد، بین سربازان و تظاهرات کنندگان تفاهم ایجاد می‌گردد و شیرازه نظم کلی از هم می‌پاشد. افسران برای واداشتن سربازان به اطاعت دچار مشکل خواهند شد. مسئله چنان حاد خواهد شد که شعارهای انقلابی در صفوف سربازان دهن به دهن خواهد گشت. ولی قبل از اینکه کار به اینجا بکشد، برقراری حکومت نظامی سیر حوادث را تغییر می‌دهد. پنجشنبه 7 سپتامبر، یعنی شب قبل از موعودی که جمعیتی قابل ملاحظه خود را آماده تظاهرات کرده اند، دولت به طور رسمی حکومت نظامی اعلام می‌کند و تجمعات بیش از 5 نفر را ممنوع می‌سازد. این کار خطایی عظیم بود، چون امکان نداشت تا تظاهر کنندگان در آن صبح شامگون به موقع از این ممنوعیت باخبر شود. در نتیجه حوادثی پیش آمد که آن روز به جمعه سیاه شهرت یافت. در این ماجرا اویسی فرماندار نظامی پایتخت هم لقب قصاب تهران گرفت، چون او فرمان گشودن آتش را به روی جمعیت صادر کرده بود. من کمترین وجه اشتراکی با ارتشبد اویسی ندارم. نه طرز فکر، نه گذشته و نه عقایدم هیچ کدام مرا به او نزدیک نمی کند. اما به گمان من او فقط مجری دستور دولت بود که باید خود تمام مسئولیت‌های خونریزی را عهده‌دار شود. انصافاً این دولت بود که میبایست اعلام و اجرای حکومت نظامی را به تعویق میانداخت و نینداخت. اویسی که اکنون در فرانسه به سر میبرد، نمونه سرباز فرمانبرداری است که بدون چون و چرا از اوامر مافوق اطاعت میکند. از فرهنگی متوسط برخوردار است. تحصیلاتی جز طی مراحل دانشکده افسری قدیمی ما در ایران ندارد و ترقیش را مدیون پشتیبانی شخص شاه بوده است. من هرگز با او رابطه حسنه سیاسی نداشتم، ولی انصاف حکم می‌کند که مسئولیت حادثه جمعه سیاه را به گردن او نیندازیم، چون او در آن میان فقط ابزار کار و آلت دست بوده است. تعداد کشته شدگان آن روز را 1000 نفر ذکر کردند که بسیار مبالغه آمیز است. خود من دستور حمل 18 مجروح را به بیمارستانها به راننده هم دادم و مطلعم که از این عده 17 نفرشان پس از معالجه بیمارستان را ترک گفتند. چون در آن زمان من دقیقاً به همین وقایع رسیدگی می کردم، گزارش‌های مختلفی در این باره به دستم رسید و می توان به یقین بگویم که تعداد کشته‌ها بین 700 تا 800 نفر بوده است. همین تعداد هم مصیبتی است و لزومی ندارد که با بالا بردن رقم قربانیان بر ابعاد این حادثه دردناک بیفزاییم. ملاها و دار و دسته خمینی از این ماجرا کمال بهره برداری را کردند. همه نعره می‌کشیدند آدم کشها، جانی ها. دست به آسمان برمی داشتن و تنبیه کارگران را از خداوند بخشنده مهربان خواستار می شدن و سخن از احکام مذهبی می گفتن، همان احکامی که وقتی خود صاحب تفنگ و توپ شدند اعتنایی به آنها نکردند. ارتشبد اظهاری هم وقتی به نخست وزیری منصوب شد با اصطلاحات اسلامی باب روز وارد میدان گردید. از او انتظار می رفت که لااقل زبان سربازی به کار ببرد، ولی تمام حرفهایش بوی آخوندی میداد. بسم الله الرحمن الرحیم از زبانش نمی افتاد. طولی نکشید که به این دلیل لقب آیت الله ازهاری نصیبش شد و احتمالاً به دلایل دیگر سکته قلبی کرد. پادشاه دوباره به تکاپو می افتد. تا به حال بیشتر دولت مردانی که فرمانبردار سیاست او بودند به کار گرفته است. حالا چند قدمی در جهت اویسی و عبدالله انتظام برمی دارد. ولی زیاد جلو نمی رود، چون متوجه شده است که حتی برای بخشیدن مختصر بهبودی به اوضاع نمی توان مداوما نالایقی را به جای نالایق دیگری نشان و به این ترتیب وقت گرانبها را تلف کرد. در اینجاست که ناگهان رفتار شاه عوض می شود. به ناگزیر چشم امیدش را به صف مخالفین می دوزد. درک این نیاز قطعاً بر پادشاه گران آمده است. ولی در نهایت 3 نام را انتخاب می کند.
سنجابی، بازرگان و من. به این ترتیب بود که روزی از طرف سپهبد مقدم رئیس جدید ساواک به من تلفن شد. میتوانم به دیدن شما بیایم؟ در خانه من باز است، تشریف بیاورید. با اتومبیل شخصی خودش و بدون اسکورت در روز روشن آمد. به او گفتم من به شما گفتم که همیشه آمادم با هر کسی که باشد درباره آینده مملکتم به گفتگو بنشینم، ولی به اصولی پایبندم که رهایشان نمی کنم. شما بهتر از هر کسی باید بدانید که ما گفته ایم و بارها تکرار کرده ایم که قانون اساسی باید اجرا شود. من موضعم را تغییر نمی دهم. و افسودم بالاخره کی می خواهید متوجه شوید که وقت به سرعت می گذرد؟ الان هم دیر است. با این همه کار امروز را به فردا مگذارید. او مرا شگفت زده نگاه کرد و گفت بله، اما اگر شما همکاری نکنید. با چه کسی همکاری کنم؟ اگر مقصود با دیگر سیاستمداران است حاضرم، ولی اعلیحضرت باید بپذیرد که بر طبق قانون اساسی تمام قدرت به دولت تفویض شده است و خود ایشان فقط نماد وحدت مملکت هستند که از طرف تمام ملت پذیرفته شده‌اند. همین و بس. ولی اگر ایشان قصد دارند که در این یا آن مسئله مداخله کنند یا این یا آن وزیر را انتخاب نمایند، امکان همکاری من نیست و ما در همان وضع گذشته خواهیم ماند. من اطلاع داشتم که مقدم با بازرگان و سنجابی هم ملاقات کرده است و آنها هم کم و بیش همین جواب را به او دادند. نمی توانستند چیز دیگری گفته باشند. وقتی ما دوباره با هم ملاقات کردیم، خود مقدم به زبان آمد و به من گفت شخص اعلیحضرت به من دستور دادند که درباره مسائل ایران با شما و بازرگان و سنجابی صحبت کنم. بخش دوم، قسمت 8. اپوزیسیون با عمامه میلاسید. مبدأ شکافی که در آن زمان در جبهه ملی ایجاد شد، حادثه بسیار مسخره بود که خود نشان میداد خمینی هنوز هیچ نشده بر اذهان مسلط شده است. قرار بود مجمع بین‌المللی سوسیالیست ها در سال 1978 در شهر ونکوور کانادا تشکیل شود. از ما خواسته بودند ناظری را به این مجمع بفرستیم تا وضع ایران را برای نمایندگان حاضر شرح دهد. پس از رایزنی‌های مکرر سنجابی را برای این کار انتخاب کردیم. صورت جلسات هدف مأموریت او را مشخص می‌کرد. به طور خلاصه به او گفته بودیم شما می توانید سر راه رفتن به کانادا با خمینی که در پاریس است ملاقاتی کنید و ببینید چه میگوید، ولی هیچ گونه تعهدی نسپرید. متنی را که برایتان حاضر کرده ایم برایش بخوانید و نظرات ما را درباره حقوق مردم ایران توضیح دهید. ما نه هیچ چیز فوق‌العاده‌ای می‌خواهیم و نه در صدد انجام عملی انقلابی هستیم. ما فقط مایلیم کشور را قدم به قدم به سمت دموکراسی برانیم. ما می‌خواهیم که قانون اساسی خودمان که 70 سال از تدوینش می‌گذرد و تا به امروز اجرا نشده است بالاخره اجرا شود. ما برخلاف نویدهایی که میدهند تصور نمی‌کنیم که ایران ظرف 5 یا 6 سال آینده سوئد شود. احتمال رسیدن به آن مرحله به زمانی طولانی‌تر نیاز دارد، ولی لااقل متوقعیم که کشورمان به طرز شایسته‌ای توسعه یابد و امکان بهروزی تمام شهروندان را فراهم سازد. این شخص شخیص با اطوار و لبخند پرکرشمه معمول و رفتار پرناز و نیاز متعارفش با متنی که بیشترش را خود من نوشته بودم راهی سفر شد. از آنجا که من مثل تمام لاییک‌ها نسبت به ملا جماعت بی‌اعتمادم، در تهیه آن متن هر کلمه را سبک سنگین کرده بودم و سنجیده بودم، چون آگاهم که طی 1400 سال گذشته در تاریخ ایران هر بار که فاجعه‌ای روبرو شده ایم، ملایی از قبیل این آخوند در حدوث آن مصیبت دست داشته است. حضرت سنجابی وقتی به پاریس رسید با پادوهای امام، یعنی افرادی نظیر سلامتیان، یکی از این دانشجویان ابد مدتی که در کارتی لاتن پلاسن دوره شد. ما در آنجا دانشجویان 40 و 50 ساله‌ای داشتیم که مشغولیتی جز کافه نشینی و بحث درباره آزادی نداشتند.
البته وقتی این آقایان مرشدشان به ایران بازگشتن دیدیم آزادیشان از چه قماش بود. این آقایان سنجابی را با صحبت‌های از قبیل آنچه در زیر میآید درست حسابی پختند. عزیز من، جان من، حالا فقط خمینی مطرح است. کار شاه تمام است. چرا بی جهت می‌خواهید سر قانون اساسی با اون چانه بزنید؟ با کسی که دیگر محلی از اعراب ندارد که نمی‌بایست وارد مذاکره شد. سنجابی پس از گرفتن این تعلیمات با خواری و خفت نزد خمینی رفت و نسبت به او سوگند وفاداری یاد کرد. در نوفلوشاتو مدتها با گردن کج انتظار کشید تا بالاخره با تحقیر بسیار به حضور پذیرفته شد. امام او را وادار به نوشتن و امضای کاغذی کرد که میخواست. ورقه را از دستش قاپید و بعد هم گفت به سلامت، مرخصی. این نحوه رفتار یکی از خصوصیات نادر خمینی است که من از آن بدم نمی آید. وقت را به حرف و صحبت تلف نمی کند. می گوید بودور که واردور. به این ترتیب تکلیف مخاطبم روشن است. یا باید خمینی را حواله درک کند یا تسلیمش شود. سنجابی تسلیم شد. من متن اظهاری سنجابی را دیدم. در آن آمده است چون پادشاه قانون اساسی را نقض کرده است، سلطنت دیگر پایگاه قانونی و شرعی ندارد. جنبش حاضر اسلامی و ملی است. داخل پرانتز کلمه اسلامی قبل از ملی ذکر شده است و در هر حال ارتباط این دو کلمه با هم در حد آسمان و ریسمان است. چون پادشاه قانون اساسی را نقض کرده است، سلطنت دیگر پایگاه قانونی و شرعی ندارد. جنبش حاضر اسلامی و ملی است و سرنوشت آینده ایران با رفراندوم تعیین خواهد شد. پس از بیرون آمدن از کمپین خمینی، باز پادوها دورش را گرفتند و به گوشش موعظه خواندند. آیت الله را که دیدید، پس باید متوجه شده باشید که سوسیالیسم و سوسیال دموکراسی دیگر معنایی ندارد. بنابراین فکر رفتن به کانادا را مطلقاً از سر به در کنید وگرنه بیچاره خواهید شد. اگر امام بفهمد که به اونجا قدم گذاشته اید و نفستان به نفس نماینده اسرائیل یا دیگر نمایندگان کفار خورده است، به خاک سیاهتان خواهند نشاند. در نتیجه سنجابی به کانادا نرفت. وقتی آدمی تسلیم شد باید تسلیم مطلق شود. حضرت آقا هواپیمای بعدی را سوار شدند و بسیار مفتخر از شاهکارشان به ایران بازگشتند. البته ما یا لااقل بنده کمتر از او احساس سرافرازی می‌کردیم. من بلافاصله او را مورد عناب و خطاب قرار دادم. شما به چه مجوزی این بیانیه را امضا کرده اید؟ من خیال می‌کردم که از طرف شورا مأمورم. به هیچ وجه آقا، به شما گفته شده بود که به کانادا بروید. قرار نبود در پاریس لنگر بیاندازید. پاریس توقفگاه سر راه بود نه مقصد. چون فرزندانتان آنجا هستند میتوانستید چند روزی آنجا بمانید یا احیانا هنگام بازگشت همانجا ساکن شوید. در رابطه با خمینی هم قرار بود فقط با او ملاقاتی ترتیب بدهید و ببینید چه در سر دارد. همین و بس. شما که این ابلیس را قبلا ندیده بودید. بعد از شناخت نحوه استدلال و هدفهای او ما می توانستیم تصمیم مناسب را اتخاذ کنیم. این اقدام ابلهانه مرا نگران کرده بود و همه ما را در موقعیتی دشوار قرار داده بود. دنباله حرف را گرفتم. شما ابداً اجازه چنین کاری را نداشتید. من به هیچ وجه تسلیم این تصمیم نمی شوم. به نظر من خطر شخص خمینی از هر ملای دیگری به مراتب بیشتر است. حتی از آخوندها و گروههایی که برای آتش زدن و بمب گذاشتن میفرستند. سرمایه‌های ملی ما را به باد خواهند داد. شما حق ندارید ما را تسلیم یک مش عامی و نادان کنید و کشور را گرفتار جهلی سازید که به دوران ظلمت بازگردد. همانجا اعلام کردم که دیگر در جلسات هیئت اجرایی جبهه ملی شرکت نخواهم کرد. ما 5 نفر بودیم. سنجابی با 2 رأی موافق صاحب اکثریت شد و عاقبت این دو امروز خزیدن به کنج زندان است و هر لحظه انتظار اعدام را کشیدن. من از جبهه ملی با این توضیح بریدم.
ما پیرو مصدق بودیم و میخواستیم قانون اساسی اجرا شود. در قوانین اساسی آمریکا و دیگر کشورهای غربی نیز بعضی اوقات تغییراتی داده میشود. کلمه‌ای یا ماده‌ای از آن حذف میگردد و کلمه یا ماده دیگر به جایش مینشیند. این کار در مملکت ما هم میسر است، ولی ما حق نداریم طوری رفتار کنیم که گویی متن قانون از بیخ و بن وجود ندارد. مدت کوتاهی پس از این ماجرا سنجابی بار دیگر ضعف اخلاقی خود را نشان داد. در حضور من از طریق رئیس ساواک تقاضای شرفیابی به حضور شاه را کرد. پادشاه در خاطرات خود این ملاقات را چنین شرح می‌دهد: دست مرا بوسید و با شدت و حدت وفاداری خود را به شخص من ابراز داشت و افزود آماده است دولتی تشکیل دهد. سنجابی به این ترتیب یک دوره کامل شمسی زد، از اینجا رانده و از آنجا مانده. شاه که انگار تازه مخالفین متعارف را کشف کرده بود، هنوز چشم امید به آنان دوخته بود. میخواست امکانات این گروه را بررسی کند. با غلامحسین صدیقی، یکی از وزرای کابینه مصدق و یکی از صاحب فکران مملکت، به مشاوره نشست. مذاکرات با صدیقی به دو دلیل به نتیجه نرسید. اول، صدیقی به تعداد کافی همکار مناسب نداشت. در ثانی، میخواست که پادشاه در یکی از شهرهای ساحل دریای خزر و یا خلیج فارس مستقر شود، یعنی در هر حال از پایتخت دور باشد. برای او قبول این شرط اساسی بود. این فرصت هم به دلیل سرسختی اعلیحضرت در نپذیرفتن شروط صدیقی که بالاخره در زمان نخست وزیری من ناگزیر به صورتی سنگین‌تر پذیرفته شد فوت گردید و در نتیجه چندین هفته دیگر بی ثمر از دست رفت. میگویند وقتی خدایان بخواهند کسی را گمراه کنند، کافی است قوه تشخیص را از او بگیرند. از آن پس کارهای بیقاعده را شخص خود به خود انجام می‌دهد و نیازی نیست کسی چیزی در گوشش بخواند. وقت با این گفتگوهای بی‌حاصل تلف می‌شد و به ملاها فرصت می‌داد که نارنجک‌های بیشتری در مساجد گرد آورند. به فلسطینی‌ها امکان می‌داد که با نام‌های مستعار و مخفیانه وارد کشور شوند. به عواملی که از طرف شوروی گسیل میشد مجال میداد که در تمام مراکز طغیان زده نفوذ کنند. خلاصه اینکه پای اراذل و اوباش تمام عالم به ایران باز.